وعن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس. حضرت انس خدمتگار جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سال خدمت پیغمبر کردند صلی الله علیه وسلم، از روزی که به مدینه آمدن تا روزی وفاتشان. خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 سنین، 10 سال خدمت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کردم. خوشا به حالش خدمت پیغمبر کرده است. کان احسن الناس، پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیباترین مردم بودند، بهترین مردم بودند. و اجود الناس، سخاوتمندترین مرد روی دنیا بودند. و اشجع الناس، ناترسترین مرد روی دنیا بودند. شجاع و دلیر و ناترس بودند صلوات الله و سلام علیه. ولقد فزع اهل المدینه ذات لیله، یک شب اهل مدینه ترسیدند. یا آوازی بدهیبتی گوشخراشی برآمد، تمام اهل مدینه بیدار شدند. عجایبش در آن است که همه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم خواطر شدند. حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی شده باشد؟ همه به سوی خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع شدند تا اینکه از این آواز بی‌زیب و پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان ضرری نرسیده باشد. گفته همه به نزد خانه پیغمبر صلی الله علیه و سلم جمع آمدند که فانطلق الناس قبل الصوت، مردم به طرف آواز آمدند. مقصودشون تا اینکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم یگان ضرری نرسیده باشد. این محبت صحابه ها و پیغمبر صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد. فاستقبلهم النبی صلی الله علیه و سلم، ناگاه پیغمبر صلی الله علیه و سلم آنها را روبرو شدند. و قد سبق الناس الى الصوت، و در حقیقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مردم به سوی آواز پیش گذاشتند. سبقه یعنی مسابقه کردند، یعنی به سوی آواز اولین شده، رفته دیده آمده. گفتند که لم تراعوا لم تراعوا، نترسید نترسید، هیچ باکی ندارد، هیچ گپی نیست. گفتند و هو علی فرس لابی طلحه، و پیامبر صلی الله علیه و سلم در این حالت در بالای اسب ابو طلحه می آمدن. عریین، اسبش به زین و به لجام بود. ما علیه سرج فی عنقه سیف، یعنی در بالای اسب زین نبود، لجام نبود، یعنی اسب خالی را سوار شدند صلوات الله و سلام علیه. به سوی آواز خودشون تنها رفتند و دیده آمده در گردنشون شمشیر بود. گفتن که لم تراعوا لم تراعوا، نترسید نترسید، هیچ گپی نیست. گفتن این حدیث دلالت میکند که در حالت وقتی که مردم ترسیده است، دل برداری به مردم کردن سنت است. امروز مردمی که در زلزله افتیدند، در زیرش ماندند، واقعا این مصیبت است. این الله تعالی در قرآن مصیبت نامیده است. برای این خندیدن، مسخره کردن، هر خیل چیزها رو در شرح و کامنتاری هاش نوشتن، تحقیر کردن یا خندیدن از بالای آنهایی که بر بالاشون مصیبت آمد، این آداب اسلامی نیست. نترسید نترسید. این حدیث دلالت میکند که کسی که بر سرش ترس آمد، ما باید دل برداری کنیم به قدر امکان.